دقیقاً میشه گفت 6 یا 7 ماه پیش بود که نه تنها ایکس باکس پلیرها و پلی استیشن پلیرها بلکه کل گیمرها پشماشون ریخت. یعنی چون که به طور خیلی غیر منتظره‌ای فورزا هورایزن 5 که این بازی کاملا انحصاری مربوط به خود ایکس باکسه معرفی شد برای پلی استیشن، البته فقط پلی استیشن 5. و من که خودم به شخص خیلی خوشحال شدم و خیلی تعجب کردم و بدون هیچ سر و صدای قبلش یهو معرفی شد. به طور خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم، فرض کنید یهو مثلا ساعت 3 شب نشستید دارید بازی مورد علاقتون رو انجام میدید، حالا ماینکرافت، فورتنایت، وارزون یا هر بازی دیگه، یهو یه SMS میاد واسه گوشیتون، وا میکنید. حالا هر جایی میتونه باشه، تلگرام، پیج خبری اینستاگرامی یا حتی خود سونی که آره فورزا هورایزن 5 داره عرضه میشه واسه پلی استیشن 5 که تقریبا فکر کنم اوایل خرداد بود که عرضه شد. منم بدون هیچ اصلا تعلل و بدون هیچ وقفه‌ای من خریدم این بازی و بعدش هم این که 100% بیاد بدونید که این بازی چون انحصاری خود ایکس باکسه یه مقدار شاید داستان داشته باشه، به همین راحتی در اختیار پلی استیشن پلیرها نذاره که البته که همین بود. اول شایع شد که قرار این بازی به صورت اینجوری باشه که وقتی شما بازی رو میگیرید حتما بیاد آنلاین بازی کنید که همینجوری هم هست، ولی یه شایعه‌ای پیش اومده که شما بیاد اکانت مایکروسافت بسازید، لینک بکنید به پلی استیشنتون و بعد از طریق سایت خود ایکس باکس یا مایکروسافت واسه اون اکانت گیم پس ایکس باکس بخرید تا بتونید داخل پلی استیشن بازی بکنید. که خدا رو شکر این اتفاق نیفتاد و فقط همین چیزی که نیاز داشت آنلاین بازی کردن و این بود که اکانت مایکروسافتتون رو به پلی استیشنتون لینک بکنید و خدا رو شکر اونقدر دردسر نداشت. چون شما فرض کنید بیاد هر ماه یا هر چند ماهی که شما اشتراک گیم پس میگیرید بیاد یه پولی بدید تا بتونید مثلا بازی مورد علاقتون رو بازی بکنید. خب یکم اون موقع ولی خدا رو شکر مایکروسافت این کارو نکرد. حالا میخوایم بریم سراغ نقد و بررسی این بازی تا ببینیم که آقا چی جوره این بازی. 0 تا 100 رو واسه توضیح بدم و ببین این بازی واقعا واسه من یه بازی اعتیاد آور شده. هر روز و هر شب من دارم این بازی رو میکنم، بی خیال هر بازی دیگه ایش میدم و فوق‌العاده است این بازی. بهتون قول میدم زمین تا آسمون با نیت فور اسپید یا گرند توریسمو یا هر بازی که فکر میکنید فرق داره. فقط کافیه که یه بار تستش بکنید تجربه شده، بهتون 100% پیشنهادش میکنم. بیایید آقا اول از بخش داستانی بازی شروع بکنیم. خب همینجور که میبینید این مپ بازیه که من کلش رو واز کردم. یه عالمه مودای خفن داره، یه عالمه بازی‌های آنلاین داره، مودای آنلاین داره، چه فان چه کامپیتیو یا همون رقابتی، هر نوعی که بخواید میتونید بازی بکنید. این زردایی که شما اینجا میبینید اصولاً از این نوع بازی‌ها و مسابقاتی هستن که شما خودتون تک نفری یه مبدأ و یه مقصد و یه ماشینی که واسه خودتون نیست بازی واسهتون تعیین میکنه و باید واسه اینکه 3 ستاره 2 ستاره یا 1 ستاره بشید تو تایم معینی که بازی واسهتون گذاشته ماشین رو به خط پایان برسونید. یه جورایی زدن رکورد خودتون یا رکورد دیگران تو مودای آنلاین میتونه باشه که همه زردا همین شکلی هن و هیچ فرق خاصی با هم ندارن، صرفا داخل داستان، ماشین و میشه گفت جوایزی که بهتون میدن فرق داره. من به شخص خودم خوشم میاد ازشون ولی به شدت میتونن اعصاب خورد کنی باشن واسهتون، چون خیلی سخته، مخصوصا اگه بازیتون رو روی هارد و درجات سختی بالایی قرار بدید. خب یه بخشی رو میخوام بهتون معرفی بکنم به نام هورایزن ادونچر، همینجور که اینجا میبینید که میشه 6 تا بخش. این واسه آنلاک کردن تمام آپشنا و ریس ها و
اون مسابقات و مودای مختلفیه که شما واسه کسب امتیاز و بازی کردن نیاز دارید. حالا چجوریه؟ شما شروع میکنید بازی کردن و چجوری اینا رو آنلاک میکنید. من همه اینا رو آنلاک کردم، خودت هر کدوم چند بخش میشه. حالا چجوریه؟ ما بایوم‌های مختلف داریم، از صحرایی گرفته تا کوهستانی و جنگلی که هر بخش داستانی مربوط به خودشو داره. میتونید شما یه مقدار لول اپ بکنید. یه دونه حالت تیکت به شما میده که یا کلید تیکت یا هر چیزی که اسمشو میشه گذاشت. میایید اینا رو آنلاک میکنید و لول ها و مودای جدید واسهتون آنلاک میشه. به طور مثال وقتی من استریت سین، اون مثلا پارت استریت سین رو آنلاک میکنم، این ریس ها واسه من آنلاک میشن دور مپ که بتونم ازشون استفاده بکنم. خلاصه البته لیمیتی داره، یه محدودیتی داره که اگه جا به بعد دیگه واسهتون اسپان نمیشن این ریس ها. بعدی میرسیم به چالنج‌های بازی. این چالنج‌های بازی نه روزانه نه هفتگی هستند. صرفاً یا جدید بهشون اضافه میشه یا اینکه شما میتونید خیلی عادی اینا رو از موقعی که بازی رو دانلود میکنید تا آخرین موقعی که این بازی رو دارید، هر موقعی که بخواید این چالنج‌ها رو کامپلیت بکنید و ماشین و یا عالمه جوایز باحال بهتون داده بشه. همینجور که میبینید خیلی تو خودشون چند تا بخش وجود داره و خیلی این باحاله، خیلی خوشم میاد. مهمترین جوایزش هم مربوط میشه به ماشینا که الان من 2 تا آنلاک کردم. یه دونه این فراریه و یه دونه هم این وایپره. یه عالمه ماشین وجود داره که یه سریاشون واقعا کمیابن، میتونید چالنجش رو کامپلیت کنید. ولی خب سختن دیگه، ماشین کمیاب اگه بخواید آنلاک کنید خب 100% سخته دیگه. میرسیم به کار کالکشن. ببینید این بخش خیلی مهمه. داخل خارج از کشور بیشتر میشه گفت مهمه. حالا دلیلش الان بهتون میگم. ببینید ما داخل ایران اصلا فورزا پلیر میشه گفت عین من نداریم، کم داریم، من که نداشته باشیم که مثلا من معتاد باشه بشینه بازی کنه، ماشین جمع کنه، ماشینای کمیاب جمع کنه، آنلاین ریس بده و یا عالمه کارهای دیگه که مربوط به این بازی میشه. همونجور که پایین میبینید نوشته 899 تا ماشین داره این بازی و میشه گفت یه چیز حدود 9 یا 10 برابر نیت فور اسپید، حتی بهترین نیت فور اسپیدا مثل نیت فور اسپید هیت و آنباوند که بیشترین تنوع ماشینی رو بین همین نیت فور اسپیدا داشتن. ببینید اینجا تو هر برند به شما نشون میده که شما چند تا ماشیناشون رو دارید. جلوتر بهتون توضیح میدم که چیه که ماشینا رو کمیاب میکنه و چیه که ماشینا رو خیلی معمولی میکنه. اون پایین که میبینید قیمتش رو زده که واحد پول بازیه که بهش میگن کریدیت و ارزشمنده، ولی کریدیت ارزشمندتر هم داریم که جلوتر بهش میپردازیم. میرسیم به بخش بعدی بازی که همین قسمت هم به نام فستیوال پلیلیست. اگه بازی آنلاین مثل کال آف دیوتی، فورتنایت، پابجی یا اینجور بازی آنلاین رو بازی کرده باشید 100% میدونید که سیزن‌های جدید واسش میاد و میره. داخل سیزن‌های جدید محتوای جدید میاد، اسکین‌های جدید میاد، گان‌های جدید میاد، لوکیشن‌های جدید میاد. یه جورایی داخل فورزا هم اومدن این کار رو پیاده کردن، ولی میشه گفت این سیزن‌ها رو، سیزن به معادل فارسیش میشه فصل، و اومدن اینجوری تقسیم بندی کردن که مثلا داخل تابستون یه سیزنه، داخل مثلا زمستون یه سیزنه، داخل مثلا بهارم یه سیزنه. البته سیزن‌های خیلی میشه گفت ویژه‌ای هم دارن که بین این فصل‌ها هم میان. اصولا هر سال داخل فورزا طبق تحقیقاتی که کردم 6 الی 8 تا سیزن میاد، بهتره کنه دیگه 8 تا. همونطور که می‌بینید الان هم 6 تا اومده. الان هم داخل سیزن تابستونی هست. حالا اینجا میتونیم چیکار بکنیم؟ ببینید اینجا یه نام چالش داره که میبینید من بیشترشو کامپلیت کردم، یه سریاش مونده حالشو نداشتم. اینا رو وقتی بهتون اینا رو کامپلیت میکنید بهتون یه سری امتیاز جمع پوینت بهتون میده که اینجا همینجور که میبینید زده به ازای هر امتیاز بهتون چه جایزه‌ای میده. مثلا 20 امتیاز جمع بکنید یه دونه ماشین فورد فالکون بهتون میده که خیلی ماشین کمیابیه، آبی درجه کمیابیش، ولی به من اعتماد کنید
اگه فورزا بازی میکنید و آنلاین هم حتما به زودی این چالش رو کامپلیت کنید، چون خیلی قراره ماشین کمیابی بشه و هر کسی فعلا نگرفتتش. و همینجور که میبینید یکی از جایزه ها هورایزن بک استیج پسه که بیاد 40 تا پوینت یا همون امتیاز براش جمع کنید که من دارم له گرفتن این لعنتی رو میزنم. الانم بهتون میگم که این چیه. خب رسیدیم به این بخش که فروشگاه بازیه و بریم اول. واسه اینکه یادتون نره بهتون بگم که این هورایزن بک استیج چیه که اونجا بیاد با امتیاز به دستش می آوردید. این ماشینایی که اینجا میبینید داخل فروشگاه بازی وجود ندارن، یعنی فروشگاه اصلی که با کردیت که بهتون گفتم واحد پولی بازی باشون خرید میکنه وجود ندارن. این ماشینا به قدری کمیابن به خرید مردم دورتون جمع میشن و شعاف خالص این ماشین. کلا توجه نکنید به درجه کمیابی که خود فورزا میذاره رو ماشینا، چون این پلیران که کمیاب بودن این ماشین رو تعیین میکنن. همینجور که میبینید ماشینای مدل بالا مخصوصا ماشینای خیلی قدیمی اینجا هستن. به طور مثال این BMW کامپیتیشن رو اصلا نمیتونید از شاپ بخریدش. حالا برای خرید اینا ما به چی نیاز داریم؟ به بک استیج پس، یه واحد پولی خیلی خیلی کمیاب داخل بازیه که هر کدوم از این ماشینا یه دونه از اون میخواد. اگه بخوایم بخرین به شدت گرون در میاد، بالای 600,000 تومان من تحقیق کردم و اصلا این کار رو بهتون پیشنهاد نمی کنم، چون روش زیادی واسه گیر آوردنشون وجود داره ولی سخته، صادقانه بهتون بگم. بخش بعدی که باحال‌ترین بخش از نظر من اکشن شاپه. وای 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 عاشقشم، چقدر خلاقانه است. ببینید شما اینجا میتونید بیاید ماشیناتون رو بذارید برای فروش. به طور مثال من این ماشین رو گذاشتم الان 20,000 تا کردیت یه بنده خدایی خریده. اینجا هم میایید کویناتون رو دریافت میکنید و ماشین رو تحویل میدید. میتونید بیاید اینجا و سرچ بکنید هر مدل ماشینی که نیاز دارید. به طور مثال من بوگاتی میزنم، مثلا بوگاتی ویرون و کانفورم میکنم. ماشین فقط من همونجور که میبینید ماشینا رو واسه من آورد. شما اینجا چندین آپشن دارید. میتونید بید بذارید. بید چیه؟ همون مزایده خودمونه. یه قیمتی روش بذارید و اگه کسی از شما بالاتر نذاشت اون ماشین واسه شما میشه. یکم توضیحش سخته. یا میتونید درجا ماشین رو با یه قیمت که اصولا هم زیر قیمت خود شاپ بازیه میخرید که از نظر من خیلی خوبه. بخش بعدی کار مستری. چوسی شدم. خب ببینید داخل بازی ها مثلا مثال بزنم گوستاف سوشیما یا گاد آف وار یا همه بازی دیگه، بازی سولز لاک مثل دارک سولز، شما میتونید کرکترتون رو آپگرید بدید، آپشن های مختلف واسش وا کنید. به طور مثال یه آپشن واسش وا بکنید که وقتی یه نفر رو میکشید، یه زامبی یا هر موجود دیگه دشمن رو بکشید، به جای اینکه حد معمول بازی که مثلا 10 تا کوین به ازای کشتن هر یه دونه انمی بهتون بده، 30 تا بهتون بده که بهش میگیم پرک، یعنی کرکترتون رو آپگرید میکنه. ما داخل فورزا هم همچین چیزی داریم. به طور مثال اگه اینو بخرید به شما 25% بیشتر اسکیل پوینت میده. حالا اسکیل پوینت چیه؟ اون قسمت رو میبینید که من 234 تا ستاره طلایی دارم یا زرد، به اون میگیم اسکیل پوینت که نیازه برای گرفتن هر کدوم از اینا. شما با خودتون بگین آره دیگه رادین تو 234 تا داری، لابد به دست آوردنشون قدم سخت نیست. ولی تعجب میکنید بهتون بگم که همین 234 تا 3 ساعت هم من زمان برد، اونم بهترین تایمش 3 ساعته که گفتم اگه فورزا باز باشید و بخواید ماشینتون رو آپگرید بدید و ماشین جدید بخرید، حتما این ویدیو رو به لایکش رو به 10 تا برسونید که من یه ویدیو بذارم واسه به دست آوردن پول بی‌نهایت داخل بازی.
خب این بود از این ویدیو دوستان، یه ویدیو کوتاه و یه نقد و بررسی خیلی ریز و خلاصه از فورزا هورایزن بود. اگر میخواید بدونید که چجوری فورزا پوینتس بک استیج پس که همون واحدهای پولی خیلی کمی به بازی هستن و در بیارید، حتما دارید که این ویدیو رو به 10 تا برسونید تا ویدیو بعدی راجبه در آوردن پول بی‌نهایت و پولای کمیاب بازی به راحتی باشه. آقا تا ویدیو بعدی، فعلا